با درود بینندگان عزیز، سرخط رویدادهاست. منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی. امروز 28 سپتامبر از نمایش قدرت نظامی تاجیکستان در نویای درواز در پس منظر تهدیدهای گروه طالبان خواهیم گفت. از 1 اکتبر در روسیه برای معین کردن موجودان غیرقانونی ریدها شدت میگیرند. کارمندان پلیس در دوشنبه تا یک هفته اخیر از جوانان و نابالغان دهها عدد سلاح سرد پیدا و مصادره کردند. موضوع دیگر نیز و بررسی می‌کنیم. دیروز در تاجیکستان جنبشی زمین ثبت شده است. بنا به معلومات کمیته حالتهای فوق‌العاده، مرکز زمین جنبی در 380 کیلومتر جنوب و شرق دوشنبه و 45 کیلومتر شرق کولیساریز واقع بوده است. قوه جنبشی زمین در مرکز آن 5 بال، در کولیساریز و نویای مرغاب 3 بال و در شهر خاروغ 2 بال را تشکیل داده است. در پی این حادثه طبیعی تلفات جانی و خسارات به قید گرفته نشده است. روز 27 سپتامبر در مرکز نویای درواز هممرز با افغانستان در حضور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پرد و یک گذشته نظامی نیروهای قشون‌های سرحدی، قشون‌های خشکگرد وزارت مدافع و کارمندان حفظی حقوق برگزار گردید. خدمات مطبوعات پرزیدنت میگوید در مجموع در گشت نظامی 2000 افسر و سرباز قدم زده، 50 عدد تکنیکای حربی به نمایش گذاشته شد. این گذشت نظامی در پی آن صورت میگیرد که 2 روز پیش گروه طالبان گفت هزاران مرگ طلب را در ولایت تخار هممرز با تاجیکستان جابجا کردند. از این قبل مقامات تاجیک گفته بودند از آمادگی برخی از جنگیان تاجیک و قفقازی زیر نظر طالبان برای ورود به خاک تاجیکستان خبر دریافت کردند. طالبان این حرف را رد نموده گفتند به هیچ گروهی اجازه نمیدهند که از قلمرو افغانستان وارد خاک کشور همسایه شوند. امریکا نیت داشته است از پایگاه‌های حربی روسیه در آسیای میانه استفاده برد. به این خاطر گنرال مارک میلی رهبر فرماندهی وزارت دفاع امریکا با والری گراسیموف رهبر فرماندهی وزارت دفاع روسیه ملاقات کرده این موضوع را مطرح کرد. در این باره نشریه وال استریت جورنال در تکیه با منابع خود خبر می‌دهد. گراسیموف در این بابت به همتای آمریکایی خود هیچ وعده انیقی نداده است. ملاقات این دو نظامی در فنلاندیا هفته گذشته دایر شده بود، اما این دیدار حال رسانه می شود. این در حالی است که بزرگترین پایگاه نظامی روسیه در آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار دارد. پایگاه نظامی 201 این کشور در شهر دوشنبه و باختر مستقر بوده حدود 7000 افسر و سرباز دارد. طبق خبرهای رسیده از 1 اکتبر در حدود روسیه در نسبت موجودان مینتی ریدها شدت میگیرند. بر پایه یک حجتی که دسترسی رادیو آزادی شد به نهادهای دخلدار سپاری شده است برای معین نگهداری و مجازات و اخراج شهروندان خارجی که تا 30 سپتامبر بود و باش خود را در قلمرو روسیه قانونی نکردند چوراندیشی نمایند. همچنین طبق دستور برای سرباری نشدن به مرکزهای موقتی نگهداری موجودان غیرقانونی باید جایهای علاوگی تشکیل کرده شود. با نزدیک آمدن مهلت انجام امتیاز، نوبت پایی ها نیز در نزد مرکزهای مهاجرتی شهر و نویه‌های روسیه می افزاید. از جمله کاربران آزادی ویدیو با فرستادن نوار از نزد مرکز صخره و از بیهوش شدن چندی از مهاجران در نوبت بوده خبر می دهند. مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان با فرستادن نامه به همتایان قرقیزستانی خود خواهان از سرگیری همکاری ها شدند، اما تا حال پاسخ نگرفتند. در سفارت تاجیکستان در بیشکک به رادیو آزادی گفتند در زمینه دوباره عادی کردن رابطه های میان دو کشور کوشش های انجام داده می شود، ولی جزئیات آن را فاش نکردند. قرقیزستان 4 ماه به این طرف سرحد با تاجیکستان را بسته، پرواز هواپیماها را منع کرده به دانشجویان تاجیک اجازه درآمدن به بیشکک را نمی‌دهد. این چنین مقامات این کشور 2 شهروند تاجیکستان را ماه جاری به حبس ابد محکوم کرده، 3 شهروند تاجیک تبار قرقیزستان را تا 15 سال از آزادی محروم نمودند. طبق گزارش از 26 سپتامبر خدمات مرزبانی قرقیزستان نیروهایش را در سرحد با تاجیکستان به حالت آماده باش درآورده است. مقامات قرقیزستان در ادعای تازه گفتند کارمندان کمیته امنیت ملی تاجیکستان 26 سپتامبر ساکن نویه لیلک قرقیزستان اوروزبک میرزویف را دستگیر کرده پس از ملاقات رهبران اداره‌های مرزبانی ولایت‌های بادکند و سوخت او را آزاد نمودند. جانب تاجیکستان تا حال این قضیه را توضیح نداده است.
شما سرخط رویدادها رو تماشا دارید. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه را روز 29 سپتامبر با تخم زدند و در یک چوره‌بینی که خوراک‌های فرانسوی در آن ترغیب می‌شد. حادثه در شهر لیون در نمایشگاه خوراک صورت گرفت. در ویدیو از جای حادثه دیده می شود که یک تخم به کتف ایمانوئل ماکرون برمیخورد ولی نمیشکند. عین زمان اعتراضگر زنده بود انقلاب فریاد میکشد. یک مرد را برای پرتاب تخم دستگیر کردند. خبرگزاری رویترز میگوید سخنگوی ایمانوئل ماکرون به درخواست شرح حادثه پاسخ نداده است. ماه ایون همین سال رئیس جمهوری فرانسه را مرد هنگام ملاقاتش با مردم یک شپودی زده بود و به 4 ماه زندان محکوم گردید. برمیگردیم به تاجیکستان. روز گذشته به بنیاد ساختمان روی دروازه روشن سنگ اساس گذاشته شد. این قطعه راه 109 کیلومتر را تشکیل می‌دهد و با مبلغ 2.5 میلیارد سومانی بنیاد خواهد شد. بسازی آن باعث تا 16 کیلومتر کوتاه شدن مسافه راه می‌گردد. هرچند مقامات هنوز اعلان نکردند که راه از سوی کدام شرکت بنیاد می‌شود، ولی ظاهراً شرکت‌های چینی این طرح را عملی خواهند کرد. در گذشته هم قسمت‌های زیادی این شاهراه از سوی شرکت‌های چینی بسازی شدند. شاهراه دوشنبه خوروغ در فصل سرما یگانه مسیری است که پایتخت را به ولایت مختار کوهستانی بدخشان می‌پیوندد. مال و کالا از چین نیز اکثراً از طریق همین راه به تاجیکستان وارد می‌شوند. یک فعال مدنی ترکمن و از منتقدان آشکارگوی حکومت ترکمنستان که در استانبول زندگی می‌کند بازداشت شده است و احتمال دارد او را به وطنش برگردانند. مموریال، یک سازمان حامی حقوق در روسیه، روز 27 سپتامبر گفت درسولتان تاگانова که در بازداشتگاه در استانبول نگاه داشته می‌شود نگران است که در صورت اخراج او به ترکمنستان ممکن است دستگیر و شکنجه شود. خود درسولتان تاگانова در یک ویدیوی در کانال ترکمن نیوز در تلگرام گفته است که او را دستگیر کردند، هرچند کاری غیر قانونی نکرده است و فقط با نشر ویدیوها در شبکه اجتماعی تیک تاک خواستار آزادی‌های بیشتر در ترکمنستان شده است. کارمندان کارهای داخلی شهر دوشنبه در دوره عملیات ویژه کرد که از 21 تا 26 سپتامبر برگزار گردید 36 نفر را بازداشت کردند. از این میان 17 نفرشان نابالغان بودند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه با نشر عکس دستگیر شده ها میگوید از آنها 26 کرد، 6 کاستید و 4 چوب دست دریافت و مصادره شده است. دادگاه 6 نفر آنها را به حبس مأموری به مدتی از 7 تا 10 شبانه روز محکوم کرد. والدین نابالغانی که با خود سلاح سر داشتند به مقدار 180 سومانی جریمه شدند. کردکشی میان جوانان و پیامدهای مرگبار مناقشه ها میان این قشر چند سال با ساکنان کشور و هم مقامات را نگران کرده است. تحلیلگران به جهل و جنگجو شدن نورسان و جوانان را به تربیت نادرست و زیر تاثیر فیلم و بازی‌های تبلیغ کننده خشونت و کشتار ماندن آنها می‌دانند. در شهر پتربورگ در پی اعلان معرکه مایکوبی شهروندان خارجی بر ضد کووید 19 حدود 4000 مهاجران مهنتی واکسینه گرفتند. با نوشته نیوسکی نووستی مایکوبی مهاجران مهنتی با درخواست کردینده آنها صورت میگیرد. طبق قرار وزارت تندرستی روسیه برای مهاجران تنها واکسن اسپوتنیک لایت پیش بینی شده است که 1300 روبل ارزش دارد. معرکه واکسن زنی مهاجران در سنت پتربورگ از نیمه‌های ماه آگوست امسال شروع شده بود. حکومت ژاپن با مبلغ گرانتی تقریباً 90,000 دلار تجهیزات بیمارخانه سیریاتی دوشنبه را از نوسازی کرده است. دیروز در مراسم انجام لایحه مذکور سفیر ژاپن در تاجیکستان شرکت نمود. به گفته مسئولین قبل از تطبیق لایحه بیمارخانه سیریاتی پایتخت با کمبود تجهیزات طبی روبرو بود. در خبرنامه آمده است همکنون با مجهز شدن بیمارخانه ساکنان امکان دسترسی به خدمات بهتری طبی را پیدا می‌کنند. بینندگان گرامی، حالا برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. بانک ملی امروز 28 سپتامبر 1 دلار و 11 سومانی و 31 درم و 1 یورو را 13 سومانی و 24 درم مقرر کرده است. 1000 روبل روسی امروز 155 سومانی و 30 درم نرخ‌گذاری شده است. دوستان عزیز، در دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. با سپاس که همه روز ما را تماشا میکنید. یادتان نرود عزیزان، در پیش برنامه خبری داریم که 3 ساعت پس تقدیم شما میشود. تا ملاقات نوبتی خود را احتیاط کنید.